آنچه که اخیراً در فلسطین رخ داد، طوفان اقصی، یک موضوع خیلی مهم رو برای ما مسلمانان روشن کرد. تا دیروز همه ما اعتقاد داشتیم که فلسطین اشغال شده است. همه میگفتن فلسطین اشغالی، سرزمین های اشغالی. اما این حادثه ثابت ساخت که فلسطین آزاد است. فلسطینی ها آزاد هستند. سرزمین فلسطین آزاد است، زیرا در این سرزمین آزاد مردان زندگی می کنند. کسانی که در قید و بند هیچ یک از نیروهای دنیوی، نه شرقی و نه غربی و نه منافقین نیستند. طوفان اقصی ثابت ساخت که ما هستیم که اشغال شده ایم. سرزمین های اسلامی است که اشغال شدند. حکومت های اسلامی اشغال شدند. کشورهای اسلامی اشغال شدند. فلسطین آزاد است. مجاهدین فلسطین آزاد هستند. این سرزمین همان گونه که آزاد بوده است، آزاد خواهد زیست و تا روز قیامت، تا هنگام برپایی قیامت، طبق وعده رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، در این سرزمین آزاد مردان مشغول جهاد و مبارزه خواهند بود. فلسطین آزاد است، اما ماها اشغال شده هستیم. کشورهای ما اشغال شده است. عقلهای ما، فکرهای ما، فرهنگهای ما، جامعه های ما اشغال شده است. امروز یهود و نصارا در همه مفاصل زندگی مسلمانان در جوامع اسلامی رخنه کردند. توسط شرکت‌هایشان، توسط تجارتشان، توسط پولشان، توسط خائنینی که بر ما، دست نشانده هایی که بر ما گماشتند. در حقیقت فلسطین و غزه و طوفان اقصی ثابت کرد که 1.5 میلیارد مسلمان زیر اشغال زندگی می کنند و یک سرزمین کوچک به نام غزه، یک شهر، آزاد است. زیرا در اینجا آزاد مردانی هستند که در راه دین، در راه الله، در راه اعلای کلمت الله مشغول جهاد می باشند.